کسی بهت چپ نگاه نمیکنه اگر به این 18 کار عمل کنی. قبلش یادت باشه برای اینکه چیزی رو از نو بسازی باید خرابش کنی. شماره 1 سنگین باش و شخصیتت رو حفظ کن. به بقیه بیش از حد توجه نکن و پشت سرشون حرف نزن. اعتماد به نفست رو تقویت کن، تو آدم بزرگی هستی. زیاد از حد به کسی احترام نذار. یه رفیق مثل برادر داشته باش. منتظر نمون تا بقیه کارهات رو انجام بدن. هیچ وقت از کسی چیزی درخواست نکن. خوش‌تیپ باش و لباس شیک بپوش. به چیزهای کوچک اهمیت نده. بدون دلیل با کسی بحث نکن. ورزش کن و به بدنت برس تا خوش استایل شی. با هر آدمی نگرد، آدمهای کوچیکت میکنند. هر شب برای روز بعدت برنامه ریزی کن. همیشه با خدا وصل باش. حرف مردم رو از یک گوش بشنو و از یک گوش بیرون بده. کتاب‌های آموزشی برای رشد بخون. با انگیزه باش و بزرگ فکر کن و هرگز معمولی و عادی نباش.